جوان است. من از شهامت علی و از فقر علی هم باید گفت. همین علی نگو علی خیلی ثروتمند بود که خدا را پرستش میکرد، نه، خیلی فقیر بود. آنقدر فقیر بود روز از روزها گرسنه شد. یک شدید جوع و گرسنگی در مدینه آمد. حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء می آورد. یعنی قحطی بود در مدینه، گرسنه بودن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیرون شد، برا میرفت که جای کار پیدا کند، مردکاری پیدا بکند، برود کار بکند. دید که یک زن یهودی مقدار از کلوخ را یک جا جمع کرده. نزدیک شد، پرسان کرد چی کار میکنی با این کلوخ ها؟ گفت میخوام این رو گل بکنم، آب کار دارم، آب. حضرت علی فرمود مرا کارگر نمیگیری؟ الله اکبر. امیر مؤمنان ثلث کره زمین حکومت میکند، داماد بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم، شوهر فاطمه الزهرا، پدر امام حسن، پدر امام حسین، نور چشم جهان اسلام، افتخار جهان اسلام، آن کسی که جنت آرزوی دیدار علی را دارد، آن کسی که در زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه و سلم روز قیامت قرار میگیرد. نگو من فقیر هستم، مردم افغانستان نان ندارد. علی هم نان نداشت، ولی مهم این است که کی را داشته باشیم. اگر خدای ناکرده هم او را نداشتیم، هم نان باز چقدر بدبخت میشیم. هم خدا نباشه هم نان نباشه. اگر او بود نان نبود خیره. چرا؟ قانون همیست که دلگشا به یار زندان بلاست. اگر در داخل قصر باشی ولی یار نباشد آرام نیستی. زلیخا در داخل قصر بود، چون یوسف نبود قصر زلیخا زندان بود برای زلیخا. یوسف نبود، همه قصر را زلیخا فدا کرد، همه قصر را داد. چون یوسف داخل قصر نبود، دلگشا به یار زندان بلاست. عزیز من، در اون دلی که خدا نباشد، در اون دلی که خدا نباشد، اگر تو قصر داشته باشی، بنگله داشته باشی، موتر داشته باشی، 100 تا اولاد داشته باشی، 10 تا زن داشته باشی، از 4 تا بیشتر گرفته نمیشه، من مثال زدم، 10 تا زن داشته باشی، ولی چون خدا برایت نباشد، خدا با تو نباشد، بدانی که با تمام نعمتها آرام نمیشی. با تمام نعمتها آرام نمیشی. گفتم زلیخا بدون یوسف قصرش زندان بود، ولی یوسف داخل زندان بدون قصر، بدون زلیخا، داخل زندان برای یوسف قصر بود. قصر چون الله را داشت یوسف. بگو الله اکبر. چون یوسف الله را داشت داخل زندان چی فرمود؟ احب الی مما یدعوننی الیه. چی میگه حضرت یوسف؟ خدایا زندان برای من محبوب است از قصر زلیخا. جوان، حضرت یوسف میگوید، یوسف 23 ساله، زندان برای من محبوب است آن شیء که زلیخا مرا به آن سمت فرا میخواند. از سجن احب الیه، زندان برای من محبوب است چون در داخل زندان الله است. در قصر زلیخا الله وجود ندارد. پس بناهن حضرت علی به این زن میگوید مرد کار نداری، فقیر است. گفت که خوب کار دارم. گفت چی کار کنم؟ گفت هر دوله دلو آبی که میکشی، قوقه میگین، دل میگین، هر چی که میگین، هر سطل آبی که به من یعنی 1 دونه خرما برایت میدهم. حضرت علی میگوید 16 دلو آب از یک مسیر دور آوردم که دستان حضرت علی آبله کرده بود. دستان حضرت علی آبله کرده بود. 16 دانه خرما را میگیرد. این خرماها را کجا میبرد؟ میرود به سمت فاطمه، میرود به سمت امام حسن، میرود به سمت امام حسین؟ نه، این 16 تا خرما را میگیرد. علی کجا میروی؟ میروم که رسول خدا گرسنه است، میروم که رسول الله محبوب ما صلی الله علیه و سلم گرسنه است. فهم نمی کند امام حسن و امام حسین گرسنه باشد، اما رسول صلی الله علیه و سلم نباید گرسنه باشد. می آید به پیش رسول صلی الله علیه و سلم و قسم می کند یا رسول خدا این کار را کردن. بعد رسول خدا از خرماهایی که علی آورده شروع می کند به خوردن، هر دوتا می خورند. عزیز من، نگو من فقیرم، اشکال نداره فقیر هستی.
رسول دعا میکرد صلی الله علیه و سلم اللهم احیینی مسکینا، خدایا مرا زندگی مرا به مسکینی قرار بده و امیتنی مسکینا، اگر مرگ به سراغ من میآید، زمان مرگ به سراغ من بیاد که من مسکین باشم. یعنی مسکین به این معنا که از دنیا بریده باشم، محبوب الله باشم.